یک ساکن ناحیه مومن‌آباد هنگام جستجوی طلا زیر خرسنگ مانده به هلاکت رسیده است. نورالله حسنوف مخبر سامانه پرس تیجی خبر داده است که این حادثه 3 اپریل در دهه ماماندیان ناحیه مومن‌آباد رخ داده است. خسرو سفر جوان 23 ساله ساعت 4 صبح کوهنه صیاد می رود. برابر رسیدن به کندن چقوری سر می کند. با دریافت 1 یا 2 گرم طلا شفق و ذوقش افزون گشته باز به پیش جانب خرسنگ وزنش 400 کیلوگرم کندنش را ادامه میدهد. بیخ خرسنگ را رخنه کرده است. خرسنگ به بالوش غلطیده او را پخش می کند. در نتیجه خسرو در جای حادثه به هلاکت می رسد. گفته است نورالله حسنوف به پرس تیجی. بنا به اطلاع خبرنگار والدین خسرو سفر نیت داشتند که بعد ماه شریف رمضان او را عائله دار کنند. چون این حادثه های ناخوش در موضع شوگناو خوالینگ نیز زود رخ میدهند. گفته است نورالله حسنوف در تاجیکستان به شهروندان خودسرانه و بدون اجازه مقامات کافتن طلا و دیگر سنگ و فلزات گرانبها منع کرده شده است. ولی با این وجود در مناطق‌های کوهستان برخی ساکنان مستقلانه دست به جستجوی طلا و سنگ‌های گرانبها میزنند.